در آیت 19 سوره الانعام بحث دوم شروع میشه. بحث دوم مقابله با مشرکین و بیدینان با دلایل است. الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میده که چه قسم با مشرکین، با کسانی که عقیده، اعتقادات خرافاتی، اعتقادات شرکی، تأثیر به جاهلیت در هر بخشش، از نگاه فکری، از نگاه اعتقادی، از نگاه رواج، از نگاه عادات، به هر نوع مرضها مبتلا هستند، چه قسم پیغمبر بیایه اونا را اول تخلیه کنه. تا زمانی که انسان از فکرهای باطل خود تخلیه نکنه، فکر خوب جاگزین ازی نمیشه. پس پیغمبر باید اینا را از اندیشه های غلط و افکار غلط، اعتقادات غلط، از این باید اینا را پاک بکنه که اینا بگن لا اله، نیست هیچ معبود به حق. معبودان باطل کل از اینا را نفی بکنن و همچنان تواغیتی که قوانین و ارزش های باطل بر از اینا جاگزین ساخته، اینا را هم باید نفی بکنن. باید از بگن الا الله، باید از او فکر از اینا معبود حقیقی و تعیین کننده احکام حقیقی فکر از اینا را اصلاح می سازه. پس اینجا و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مطلب اول مقابله با مشرکین با بیان دلایل است. سوره مکی هست. دلایل وحدانیت در حکم تکوینی و تشریعی بیان شد. مناقشه و گفتگو با مشرکان و دلایل از اینا رد میشه. اول ردش اعتقادات شرکی از اینا با بیان توحید الوهیت. قل ای شیء اکبر شهادة، و امر از اینا بحث میکنه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این آیات بسیار زیاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم الله میگه که قل بگو، قل بگو، قل بگو، قل بگو. شاید یک کسی تصور بکنه که قل 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 قل. یکی از دانشمندایی که جدیداً مسلمان شده، او میگه من از دیدگاه ساینسی وقتی تفکر کردم و تدبر کردم، این جهان و این عالم هستی را، این کائنات از دیدگاه ساینسی مطالعه کردم. ساینس، با علم ساینس من درک کردم که این جهان هستی یک جهان بسیار بزرگ است. این عالم هستی هیچ امکان نداره با این نظم و با این ترتیب و با این ساختمان خالق نداشته باشه. بنابراین میگه من قبلا در جای زندگی کردم که اونجا کاملا اتیستا بودن، کاملا کسایی بودن که اصلا کمونیست و اصلا کاملا بیدین بودن، اصلا ناباور بودن، هیچ به هیچ چیز باور نداشتن، به معبودی باور نداشتن. من تو یک جامعه زندگی کرده بودم، لکن وقتی من از دیدگاه ساینسی در ساینس زیاد پیشرفت کردم، میگه بالاخره درک کردم که این کائنات امکان نداره که خالق نداشته باشه. بناءً به وجود خالق یکتا قناعت حاصل شد. باز وقتی که از دیدگاه ساینسی مطالعه کردم، تناسبی که بین تمامی مخلوقات وجود داره، من انسان ضعیف، آفتاب بسیار قوی، این آفتاب قوی چرا وجود من نمی سوزانه؟ اگر خالق آفتاب دیگر می بود، من دیگر می بودم. اگر اینجا چندین خالق می بود یا دو خالق می بود و اینا هر کدام حکم خاص می داشت، مخلوق خاص می داشت، بنابراین این تناسب، این نظم، این آرامش، این همه در این کائنات نمی بود. بالاخره میگه قناعت ما حاصل شد که خالق این کائنات ذات یگانه هست، لا اله الا الله. اما ما تابال پیغمبر، تابال مسلمان، تابال کتاب آسمانی ندیدیم، مطالعه نکردیم. در جستجو شدم، بالاخره برای من گفتن تورات است، انجیل است، قرآن هست. تورات خواندم، دیدم تعصبات تحریف شده، داخل شده، برتریت برای قوم خاصی که یهودیا هستند بر از اینا داده شدن و بسیار چیزهای عجیب و غریب
نتونست قناعت مرا حاصل بکنم. انجیل خواندم، دیدم به اونجا هم تناقضا درباره یک شخص، گاهی مسیح من حیث انسان، گاهی مسیح من حیث خالق، گاهی مسیح من حیث یک بره، گاهی مسیح من حیث عبادت کننده. گاهی این تناقضات هم نتوانست قناعت من حاصل بکنم. بالاخره میگه من و قرآن روی آوردم. وقتی قرآن عظیم الشان مطالعه میکردم، در اینجا هم برای من اوتو تلقین شده بود که قرآن هم کلام یک شخص است، ساخته و گفته محمد صلی الله علیه و سلم است. ولی وقتی من قرآن میخوانم، دیدم که قرآن بسیار به شکل منظم بدون تناقض حقیقت ها را بیان میکنه و در جای میرسم که کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه، قل، ببینید، قل بگو، قل بگو، قل بگو، قل. اگر تو را سوال کردن این قسم بگو، در جوابشان ایره بگو، مشکلات فکریشان این قسم حل بکن، اندیشه های غلطشان این قسم اصلاح بکن. میگه درک کردم که واقعا این کلام ذات است که او ذات به عظمت به محمد صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه. پس محمد صلی الله علیه و سلم مؤلف این کتاب نیست، پیغمبر است، بر از او خطاب میشه که این قسم بگو و این قسم راهنمایی بکن. فهمیدم که محمد رسول الله. 1 سال پیش گفته بودم که لا اله الا الله. 1 سال بعد با دانستن مفهوم کلمه قل گفتم که لا اله الا الله. وقتی که فهمیدم که الله برش میگه که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل بگو برشان در سوره الانعام آیت 19، قل برشان بگو که ای شیء اکبر شهادتا، بزرگترین شهادت از کی هست؟ قل باز برشان بگو، قل بگو الله. بزرگترین شهادت الله است که خالق تمام کائنات است. شهید بینی و بینکم، شاهد از بین ما و بین شما. و اوحی الی هذا القرآن، و وحی کرده الله بر من این قرآن را، لانذرکم به، تا ما شما را از عاقبت کفر، شرک، بیدینی، خرافات، جاهلیت بترسانم. و من بلغ، و همچنان کسایی که برشان این کتاب میرسه اونا هم این حقیقت درک بکنن. انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، شما شهادت میدید که به امرای الله معبودان دیگه هست. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که چقدر کلمه قل تکرار میشه. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اشهد، ما شهادت نمیتم که امرای الله معبودان دیگه باشه. من میگم که لا اله، نیست معبودان باطل دیگه مستحق عبادت و اطاعت الا الله، بغیر از الله. قل انما، بگو برشان یقینا که هو، او ذاتی که خالق آسمان ها و خالق تمام کائنات است و حکم تکوینی از او بالای تمام کائنات هست و حکم تشریعی از او هم بالای این کائنات باشه. هو اله واحد، معبود یگانه هست. و اننی، و یقینا که مکه رسول الله هستم صلی الله علیه و سلم، بریء مما تشرکون، بیزار هستم از آن چیزی که شما او را با الله شریک میسازین. از تمام این بت‌هایی که 360 بت اطراف کعبه ماندین و از این تواقیتی که برای شما قانون دار و ندوه میسازن و شما را به قوانین جاهلیت میکشن، من از تمام اذناب بیزار هستم و میگم که لا اله الا الله. دوم دلیل برای سنا بیان میکنن، میگه شما یک پرسان بکنین و ببینین از اهل کتاب اونا کسایی هستن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوب میشناختن و به می خاطر وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاش وحی نازل میشه، اونجا یک اهل کتاب در همسایگی و همجواری رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داره به نام ورقه بن نوفل. و وقتی که ام المؤمنین مادر ما و شما بیبی خدیجه الکبری رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیش از او میبرن و او از خودگاه بیبی خدیجه هست
اهل کتاب است و به کتابهای آسمانی باخبر است، او بره رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه وقتی که قصه را گوش میکنه و میشنوه؟ میگه این کسی که بالای تو نازل شده بود همون ملائکه هست که بالای دیگه پیغمبرای بالای موسی و بالای عیسی و دیگه پیغمبرا آمده است. این همون جبرائیل هست. ای کاش ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من زنده باشم، تو آخری پیغمبرا هستی، تو رحمت للعالمین هستی، تو برگزیده الله هستی. کاش من زنده باشم اون وقتی که قوم تو را از مکه مکرمه میکشن و تو را للقاب غلط میتن و تو را از اینجا دور میکنن. ما او وقت باشم، زنده باشم که همراه تو کمک بکنم و در پالوی تو باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که امخرجیه های ای قوم مکه و من اینقدر احترام دارن، صادق، امین، طیب، طاهر، صفات عالی رو بر من میدن. بهترین خانم از خانمای این قوم در نکاح من هست، بهترین مقام در بین از این قوم من دارم. همیشه از طفولیت در دارالندوه و در هر جای برای من اجازه میدادن که بشینم، همه برای من احترام میکنن. ورقه بن نوفل که عالم است و پیغمبر میشناسه، به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بله این سنت پیغمبرها هست. هر کسی که صادقانه عقیده توحید برای مردم بیان بکنه، بالای ازو به اشکال مختلف حمله میشه، با زبان، با دست، با کشیدن از منطقه، با هجرت دادن، با هر شکل، با چور کردن خانه و با تخریب کردن و گذاشتن القاب، به هر شکل بالای از دشمنای الله، دشمنای توحید بالای از این حمله میکنن. ولی اهل کتاب میفهمن این سخنه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به طائف میره، اونجا هم دشمنای توحید بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله میکنن. اونجا هم یک عالم پیدا میشه از اهل کتاب به نام عداس آمده هست که آخری پیغمبرها را پیدا بکنن. عداس عالم از اهل کتاب است، در جستجوی حق میه، لکن عربا او را در چی میگیرن؟ او را غلام میسازن. و فعلا رسول الله صلی الله علیه و سلم به طائف میره، این عداس در اونجا در طائف غلام عتبه و ربیعه هست، دو قریشی هستن که در اونجا باغ انگور دارن. اونا وقتی میبینن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از سرش، از قامتش خون جریان داره و زید بن ثابت رضی الله عنه دفاع میکنه و مردم با سنگ ایره اذیت میکنن دشمنای توحید، و بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک دیوار تکیه میکنن و عتبه و ربیعه او را میبینن، غلام خود روان میکنن. وقتی غلام میه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسانش میکنه که از کجا هستی؟ غلام میبینه که انگور گرفته با بسم الله میخوره، تعجب میکنه. این کلمه خود در بین این مشرکین نیست، این کلمه از کجا میشه؟ او پرسانش میکنه تو کی هستی؟ میگه من از منطقه نینوا در شام. بله، میگه من در شام هستم. خب تو از منطقه یونس علیه السلام هستی؟ پرسانش میکنه از چی فهمیدی؟ میگه یونس برادر من پیغمبر الله هستم. یونس علیه السلام من پیغمبر الله بود در منطقه نینوا. در اینجا هست که عداس میشناسه رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه که الذین آتیناهم الکتاب، و کسایی که کتاب دادیم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. امی قسم سلمان فارسی، امی قسم عبدالله ابن سلام، اینا کسایی که طرفدار حق هستن رسول الله صلی الله علیه و سلم میشناسن. الذین آتیناهم الکتاب، الله میگه که کسایی را که کتاب دادیم، کتاب آسمانی قبل از توی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعرفونه میشناسن رسول الله را کما یعرفون ابناءهم، آنقدر از علامات نبوت این میشناسن مثل که کسی از علاماتی که فرزندش داره فرزند خدا میشناسه. الذین خسروا، لکن کسایی که خسران کردن، تکبر و تعصب میکنن، بالای نفسهای خود خسارت داخل کردن، فهم لا یؤمنون، باز اونا ایمان نمیارن. سومین نقطه که
دلیل بیان میکنه رسول الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم امو افترا و دروغی که دشمنای توحید بسته میکنن. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. کی هست ظالمتر از کسی که بالای الله افترا میکنه؟ بدعتکارا هستن. یکی از خطرناکترین دشمنای توحید بدعتکارا هستن. اهل بدعت همیشه سر الله تومت میکنن، سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تومت میکنن، سر صحابه تومت میکنن، سر علمای اسلام و مجتهدین اسلام تومت میکنن. به هر شکل میخواین برای خود راه مطابق خواسته های نفسی خود بیان بکنن. و الله متعال میگه که این بدعت هایی که اینا تومت میکنن اینا را از دایره ایمان میکشن. از این خاطر بعض بدعت های مکفره هست که بدعتکار از دایره دین میکشن. چرا؟ بدعتکار بالای الله تومت میکنه. و من اظلم، و کیست ظالمتر ممن نسبت به کسی که افترا علی الله کذبا، بالای الله دروغ گفته است، او کذب به آیاته، یا آیات الله را تکذیب میکنه. انه لا یفلح الظالمون. هیچ وقت ظالما کامیاب نمیشن. چهارمین نقطه ملامتی دشمنای توحید برشان بیان کوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی بر از اینا بیان کو همین قسمه که شما افترا کردین، تومت کردین، چیزایی را تومت کردین سر ابراهیم علیه السلام. آیا ابراهیم علیه السلام بت پرست بود که شما مجسمه ابراهیم جور کردین و در کعبه ماندین؟ آیا اسماعیل علیه السلام پیغمبر معصوم نبود مثل پدرش ابراهیم علیه السلام؟ آیا ابراهیم علیه السلام بت‌ها را خودش به دست خود نشکستن و شما آمدین به نام ابراهیم و اسماعیل بت پرستی میکنین؟ این حقیقت است که باید بر از اینا گفته شود. پس کسایی که تومت میکنن سر الله، تومت میکنن سر رسولش، تومت میکنن، از اینا که ظالمتر یافت میشه. و جزای از اینا چی هست؟ و دشمنی از اینا، نتایج دشمنی توحید در قیامت چی هست؟ و یوم نحشرهم جمیعا. ایره هم برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که روزی که همه از اینا را حشر میکنیم، ثم نقول للذین اشرکوا، باز میگیم برای کسایی که شرک کرده اند، این شرکاؤکم، کجاست او شریکایتان؟ کجاست او بت‌ها؟ کجاست او معبودای باطل؟ کجاست او طاغوت هایی که بر شما قانون می ساختن که اونا را به الله شریک می ساختین، یا در ذاتش، یا در صفاتش، یا در افعالش، یا در حکمش؟ کجا هستن؟ الذين او کسایی را که کنتم تزعمون شما گمان میکردین. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، باز میگه کفر از یا نیست مگر ای که میگن والله ربنا، قسم میخورن به الله، چی میگن؟ والله ربنا ما كنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. این دروغ بزرگ دیگر را سیر کنید. انظر ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کذبوا علی انفسهم، چه قسم اینا بالای نفسهای خود دروغ گفتن. کیف کذبوا، چه قسم دروغ گفتن علی انفسهم، بالای نفسان خود. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، و از اونا گم شد آن چیزی که اونا افترا میکردن. در اونجا سر خود دروغ میگن و کسایی افتراعاتی که میکردن و معبودای باطلشان کلش به عذاب خود گرفتار هستن، به درد از اونا هیچ نمیخوره و هم از پیششان گم شدن. خب آل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که علت کفر منکرین چیست؟ چرا کافر میشن؟ چرا مشرک میشن؟ چرا مرتد میشن؟ چرا بیدین میشن؟ الله متعال میگه تعصبات، دلایل بیجای، دلایل ساخته مغز خود. و منهم من یستمع الیک، بعضی از ایشان کسایی هستن که به تو گوش میدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. لکن وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه، اینا چون بسیار دشمنی سخت به الله داشتن، الله متعال در قلبهای از اینا پرده ها را گذاشته است. در یک جایی که بالایشان مهر گذاشته شده است، پرده های گذاشته شده که اینا حق نمیشناسن. و فی آذانهم وقرا، و در گوش هایشان هم پرده های هست. و این یروا کل آیت، و اگر هر آیت را ببینن لا یؤمنوا بها، با تو ایمان نمیارن. حتی اذا جاءوک، حتی وقتی که پیش بیاین، یجادلونک، همراه تو مجادله میکنن، بحث میکنن، دلایل سخیف به ارزش پیش میکنن. یقول الذین کفروا، کسایی که کافر شدن بازو چی میگن؟ این هذا الا اساطیر الاولین. این قصه هایی که شما میکنین قصه های قرآنی و سخن های قرآنی، این قصه ها و افسانه های قدیمی هست. انسان های خرافاتی همیشه در افسانه ها مبتلا می باشه، قصه های دروغی، خیال بافته
قدیمی بود نبود، در زمان قدیم چطور بودشان، اما اونا از حقیقت های قرآن درک نمیکنن. او قصه های افسانه ها که از برای خواب دادن از مادر کلانا، برای خواب دادن نواسه های خود، او قصه های ساختگی و دروغی و افسانه ها را میگن که اونا را خواب بتن. لکن این حقیقت های قرآنی برای بیدار ساختن است. انسان هایی که از نگاه فکر، از نگاه عقیده به بیراه رفتن، فکرش غلط است، این اصلاح میکنن، بر از او روشنی و نور است، اندیشه خوب برش میرسانن. نتیجه این کارهای از اینا چی میشه؟ ممانعت از حق سبب هلاکت خود انسان هست. هر کس باید این درک بکنه که نتیجه زشتی ها پس به خود انسان برمیگرده. و هم ینهون عنه و ینأون عنه، خودشان از حق دوری میکنن، فکر خودشان پر از مرض است، خودشان با آفات و آسیب های فکری و اعتقادی مبتلا هستند و ینأون عنه و دیگران را هم مانع حق میشن. و این یهلکون الا انفسهم، اینا هلاکت خود در هلاکت نمیپرتن مگر نفس های خود و ما یشعرون. اینا حتی امو شعوری که حیوانات در ایره هم ندارن. باز نتیجهشان در آخرت بازی چی میشن؟ ولو تری اذ وقفوا علی النار، این نتیجه دشمنی توحید است. ولو تری، و وقتی که ببینی این هنگامی که وقف و استاده کرده شوند، خودشان خب میگروزن، ملائکه اینا رو میگن سر آتش استادشان میکنن و قالوا چیغ میزنن و میگن که یا لیتنا نرد، کاش که ما دوباره پس به دنیا بریم، برگردانه شیم به دنیا. ولا نکذب بآیات ربنا، باز تکذیب آیات رب ما را نکنیم. خب حالا فکر کنیم، حالا توجه بکنیم. پیش از اینکه عذاب سرتان نازل شوم، پیش از اینکه به چشمتان باز دوزخ ببینین، سر دوزخ استاد شوین، باز وقت خب باز فایده نمیکنه. و باز باز بگوییم که یا لیتنا نرد، کاش که ما دوباره به دنیا برگردانده شویم. ولا نکذب بآیات ربنا، و آیات رب ما تکذیب نکنیم و نکون من المؤمنین، سه کار و از جمله مؤمنان باشیم. بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل، بلکه برشان معلوم میشه آنچه که اونا مخفی میکردن قبلا. ولو ردوا، اینا آنقدر مردمای بیدین و مردمای متعصب و مردمای دشمن حق هستن و دشمن توحید هستن که اگر الله متعال میگه ولو ردوا، اگر فرض محال اینا پس به دنیا برگشتانده هم شوند، لعادوا لما نهوا، باز هم به آن چیزی که از اون منع شدن دوباره به مو کفر و به مو شرک و به مو بیدینی و به مو تعصب و به مو تکبر دوباره مراجعه میکنن. و انهم لکاذبون، این طلب هایی که میکنن این دروغ است. شما دیده باشین کسای زیاد قرآن میخوانن، لکن با وجود که امی آیات قرآن میخوانن گمراه میشن. اگر از دوزخ هم پس بگردونشان به دنیا بیاری، باز او که کافر است و بیدین است و باز به مو کفر بیدینی خود میره. هشتم، یکی از صفات مشرکین انکار بعث است. متوجه باشین. و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا، و قالوا، گفتن، ان هی، نیست این، الا حیاتنا الدنیا، ما فقط اینمی زندگی دنیا هست، و ما نحن بمبعوثین، ما مبعوث نمیشیم، دوباره زنده نمیشیم. این از کسایی که ملحد هستن، کافر هستن، مشرک هستن، مرتد هستن، به نام ناباور و به نام خدا ناباور، این گپا است. این همی دلایل از اونها 15 قرن بود قرآن عظیمشان بر ما خبر میده که همین سخنانشان است که این همی زندگی دنیا هست و ما دوباره زنده نمیشیم. الله متعال میگه ولو تری اذ وقفوا علی ربهم، وقتی که باز اینها در مقابل خالق متعال ایستاده شوند، قال الیس هذا بالحق، برشان گفته میشه، قال برشان بگه که آیا این آخرت حق نیست؟ قالوا، باز میگه بلا و ربنا، باز میگه بله پروردگار ما، قسم است، بله راست است. اینجا امروز کلامکاری میکنن، تکبر میکنن، غرور میکنن، رد میکنن حقیقت ها را. باز اونجا وقتی که در مقابل الله ایستاد شده در روز قیامت، میگه بله. قال الله متعال میگه فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون،
آل شما عذاب بچشین به خاطر از اینکه شما چی میشنین؟ شما کافر میشنین، به سبب از اینکه شما کفر کردین، کافر شدین. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. یقینا خساره کردن. کی خساره و نقص کرده؟ کسایی که تکذیب کردن به ملاقات الله، آخرت و ملاقات الله را و جنت و دوزخی را تکذیب کردن. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، تا ای که قیامت یک مرتبه برشان به، قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا. واسه اینجا میگن وای، بس حسرت و ندامت میکنن، وای بر ما چقدر تفرید کردیم، چقدر از حق و عقب رفتیم. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم. باز آنها همین قسم مانده نمیشن، گناه های خود به تخته های پشت خود در روز قیامت حمل میکنن. الا ساء ما یزرون. بسیار زشت است، آگاه باشین که آنچه عمل میکنن. نهم، دلیل برتریت حیات آخرت. چرا زندگی آخرت بهتر است؟ به خاطر از اینکه وقتی مقایسه بکنیم با زندگی دنیا زندگی چی است؟ لهو و لعب زودگذر است. بسیار زود از پیش انسان میره. یک همه که خوش میباشه انسان باز غم ها میاد. و ما الحیات الدنیا، و نیست زندگی دنیا الا لعب ساطری و لهو و چیزهای لهویت که مثل که اطفال و اشتکاده یا مبتلا هستند. ولا دار الاخرتی، و دار آخرت که است خیر للذین یتقون، برای کسایی که تقوا دارن او بهتر است. نعمتهای دائمی، نعمتهای همیشگی، ملاقات با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، ملاقات با مخلوقات بسیار با ارزش الهی، شنیدن الفاظ بسیار زیبا و بالاخره دیدن خالق متعال. سبحان الله. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چهره هایی که بسیار روز بشاش زیبا می باشند و به طرف رب خود نظر می کنند. این هست افلا تعقلون. وللدار الاخرة خیر. و سرای آخرت، جهان آخرت بهتر است برای کسانی که یتقون، تقوا میکنن. افلا تعقلون. پس چرا از عقل خود کار نمیگیرین؟ دهمی دلیل ای که دشمنان توحید چرا تکذیب میکنن. در اینجا چند نقطه بیان میشه. دشمنان توحید چند صفت دارن، صفات دشمنان توحید بیان میکنن. اول مشکل دشمنان توحید صفتشان چی است؟ تکذیب آیات الله است. و قد نعلم، الله متعال میگه قد نعلم، ما میفهمیم که انه لا يحزنك الذين يقولون، آنچه که آنان میگن اینا تو را جگرخون میسازن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو جگرخون نباش. فانهم لا یکذبونک، اینا تو را تکذیب نمیکنن. اگر تو را تکذیب میکردن چرا تا 40 سالگی تو را تکذیب نمیکردن، تو را صادق امین میگفتن. فانهم لا یکذبونک، اینا تو را تکذیب نمیکنن. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، این ظالما آیات الله را، اینا توحید انکار میکنن، وحدانیت الله را انکار میکنن. اینا دشمنای توحید هستند. دوم صفتشون چی هست؟ تنها تو را وقتی که فهمیدن پیغمبر الله هستی تکذیب نکردن، بلکه دیگه پیغمبرها را هم، اینا صفت دوم از اینا هست، این هم تکذیب کردن. ولقد کذبت رسل من قبلک، قبل از تو بسیار پیغمبرها تکذیب شدن. فصبر، اونا صبر کردن. علی ما کذبوا، به آن چیزی که اونا تکذیب شدن. و اوذوا، به اذیت های از اینا هم بسیار اینا اذیت شدن. حتی اتاهم نصرنا، تا که برشان نصرت ما آمد. این پیغمبران هم تکذیب شدن و هم اذیت شدن تا زمانی که نصرت ما برشان آمد. ولا مبدل لکلمات الله، به کلمات الله تبدیلی نیست. این سنت الهی هست که اینمی قسم دشمنای توحید همیشه با اهل توحید، این 5 تا در مقابل این 5 چی است؟ موحدین، تعریف توحید، صفات توحید، صفات اهل توحید، قصه های اهل توحید، نتایج. این دشمنای توحید همیشه با اهل توحید چی هستن؟ در تکر هستن. تعریفش با تعریف ازی، صفتش با صفت ازی، قصهش با قصه ازی، نتیجهش با نتیجه ازی، در دنیا در آخرت کلش در چی هستن؟ در تکر هستن. ولقد جاءک رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر تو آمده هست من نبأ المرسلین، از خبرهای پیغمبران. چقدر قصه های پیغمبران بر تو آمدن. سومی صفت دشمنای توحید چی است؟ عدم قابلیت هدایت، یا قابلیت هدایت را ندارن.
و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر بر تو بسیار اعراض و روگشتاندن از اینا از حق بالای تو بسیار بزرگی میکنه، فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء، اگر ای پیغمبر تو بتانی که سوراخ در زمین پیدا کنی یا آسمان در آسمان زینه بر آسمان پیدا بکنی، فتأتیهم بآیت، باز از عمق زمین یک دلیلی از قدرت الله را بری، از آسمان ها دلیلی از قدرت الله را بر زمین بری، اینا ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر الله میخواست اینا را به هدایت جمع میکرد، فلا تکونن من الجاهلین، پس تو نباش از بیخبرها یا ظرفیت هدایت ندارن. اینا بسیار قلبهایشان زنگ زده، دشمنی زیاد، تکبر زیاد، غرور زیاد، در مقابل حق ایستادن زیاد، قلب سیاه میکنه. چرا قلب وقتی که انسان یک گناه میکنه یک نقطه سیاه، دو گناه کرد دو نقطه سیاه، سه گناه کرد سه نقطه سیاه، و اگر توبه نکرد بالاخره قلب سیاه میشه و زنگ میزنه و در لعنت الله گرفتار میشه. بالای این قلب زنگ زده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، باز بالای قلب از اینا مهر و پرده غفلت گذاشته میشن و قابلیت هدایت از اینا گرفته میشه. این صفت دشمنای توحید است. چهارمی، اینا مثل انسانهای زنده نیستن، اینا مثل مرده ها هستن. مرده میشنوه. انما یستجیب الذین یسمعون، الله متعال میگه که کسای حق میشنون و اجابت میکنن که اونا میشنون. والموت و مرده ها یبعثهم الله ثم لا یرجعون، این مرده ها را الله زندگی میکنن لکن اینا رجوع نمیکنن. مثل مرده را که برش قدر بگویی گپ نمیشنوه. پنجم دیگه از صفات دشمنای توحید چی است؟ که اینا همیشه معجزه طلبی میکنن. بیار معجزه، وقتی که باز معجزه برش آورده شد باز کفر میکنن. و قالو، و باز اینا میگن که لولا نزل علیه آیت من ربه، چرا بالای پیغمبر معجزه از جانب پروردگارش نامده. قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه، گو که الله قدرتمند است که بخواه، قدرتمند است که آیت و معجزه نازل کنه، ولکن اکثرشان نمیفهمند. و ششمین صفت دشمنای توحید چی است؟ دلیل طلبی هست. همیشه بیار دلیل، و باز وقتی باش دلیل گفته شد دلیل هم قبول نمیکنه. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، الله متعال میگه که هیچ جنبنده در زمین نیست و هیچ پرنده بالهای خود وقت پرواز میکنن نیست مگر مثل شما. اونا هم امتها و گروه های هستند، اونا هم مخلوقات الله هستند. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در لوح محفوظ هیچ چیز تفریط نشده، هر چیز قضا و قدر و همه چیز در اونجا نوشته شده هست. ثم الی ربهم یحشرون، باز به پروردگار خود اینا حشر میشن. پس اگر دلیل اینا میخواین مخلوقات ببینن. این پرنده ها دلیل به قدرت الله نیست، این حیوانات در روی زمین دلیل به قدرت الله نیست، همه از اینا دلیل به قدرت الله متعال هست. 11 بر از اینا بفهمان که هدایت و گمراهی کار الله هست. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که تکذیب کردن با آیات ما، صم و بکم، اینا کر و گنگ هستند. فی الظلمات، در تاریکی ها، من یشاء الله یضلله، هر کسی که الله بخواد گمراه میکنه، و من یشاء، و هر کسی که الله بخواد یجعله علی صراط مستقیم، براه راست اونا را الله متعال هدایت میکنه. پس این هدایت کار الله هست. توفیق هدایت کار الله هست. الله متعال برای کسانی که قلبهای مخلص دارن و صادق و راستگو و امین هستند و شروط لا اله الا الله در اونا موجود است، الله اونا را هدایت میکنه. و کسایی که تکبر و تعصب و گمراهی و دشمنی دارن، الله متعال اونا را هدایت نمیکنه. ما شما یک 5 دقیقه تفریح میگیریم، باز بعد از اون ان شاء الله تعالی درس خدا دوباره شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.